خب در ادامه گرامر پسیو پرزنس رو توی ویدیو قبلی بهتون گفتم، اینا هم مثالاش بود و الان میخوایم راجع به پسیو پرتریتوم صحبت کنیم. پسیو در حالت گذشته ساده. خب ساختار پسیو پرتریتوم به این صورت هستش که ما باید همون حالت زوبیک رو اول داشته باشیم، یعنی همون مفعول ما که در جایگاه فاعل قرار میگیره. به جای وردن اینجا ووردن استفاده میکنیم ادامه جمله و آخر هم همون پرفکت فعل میاد. یعنی اگر دقت بکنین اینجا گفتم پسیو پرزنس اینجوریه زوبیکت وردن و پرفکت، حالا همین حالت به جای وردن شده ووردن، یعنی این حالت شده. خب بریم تو مثالاش. من میگم که die Betten wurden gemacht. Die Betten wurden gemacht یعنی اون رخت خواب ها مرتب شدن. Betten machen یعنی رخت خواب مرتب کردن. Die Betten wurden gemacht یعنی رخت خواب ها مرتب شدن یا تخت ها مرتب شدند. جمله بعدی میگم که die Küche wurde geputzt. Die Küche wurde geputzt یعنی آشپزخونه تمیز شد. تو زمان گذشته دارم. میتونم اینجا قید زمانم بگم die Küche wurde gestern geputzt. آشپزخونه دیروز تمیز شد. Das Essen wurde vor einer Stunde zubereitet. zubereiten یعنی آماده کردن. zubereitet پرفکتش میشه. خب میگه das Essen wurde vor einer Stunde zubereitet. میگم غذا 1 ساعت قبل آماده شد. همه اینها جملات پسیون و فاعل عملا اینجا ما نداریم. یک موقع هست من میگم من غذا رو آماده کردم. بکن من اگه بخوام این جمله اکتیوش رو بگم میگم ich habe das Essen vor einer Stunde zubereitet. ich habe zubereitet یعنی من غذا رو من غذا رو 1 ساعت قبل آماده کردم. حالا میخوایم بگم که das Essen میدونیم که اینجا مفعول ماست. مفعولم با آبی نشونید. حالا اینجا من میخوام بگم غذا 1 ساعت قبل آماده شد. پس میگم چی؟ das Essen wurde von einer Stunde zubereitet. خب و همینطوری هم این جملات دیگه هم میشه همینجور نوشت. مثلا میگم که ich habe die Küche gestern geputzt. این میشه گذشتهش. بذار من اینجا بنویسم. جمله اکتیوش در اصل این بوده دیگه. Ich habe gestern die Küche geputzt. یعنی من دیروز آشپزخونه رو مرتب یا تمیز کردم. و میدونیم که دی کوشه اینجا مفعول ماست، اوبیکته. خب اینو دیگه نمی‌نویسم، خودتون بلدین. خب یک جمله دیگه هم بنویسم و بعد بریم سراغ نکاتش. من میگم که der Streit wurde beendet. Die Streit wurde beendet. میگم اون دعوا یا اون جربست تموم شد. اون دعوا اون جربست تموم شد. wurde beendet. خب همونطور که توی ویدیو قبلی گفتم ما میتونیم توسط فون یا دوش، فون که بعدش داتیو میشه یا دوش که بعدش آکوزاتیو میشه، فون برای انسان و دوش برای اشیا،
فاعل رو توی جملات پسیو بیاریم. پس چیکار میکنم؟ این جمله پسیو اول بود دیگه، نه؟ بنویسم کنارش پسیو. دیگه کدوم جمله پسیو بود؟ این پسیو. این جمله اکتیو بود. اینم جمله پسیوه. این جمله اکتیوه و این جمله هم که پسیوه. خب توی ویدیو قبلی هم گفتم ما میتونیم توی جملات پسیومون فاعل رو بیاریم. بدون فاعل هم جمله درسته، ولی اگر فاعل رو بیاریم اشتباه نیست. میگم die Betten wurden von mir gemacht. میگم اون تخت خواب ها توسط من مرتب شدند. یا die Küche wurde gestern von ihm، توسط اون، حالا این هر کسی میتونه باشه، von ihm geputzt، توسط اون مرتب شد. Das Essen wurde von einer Stunde zubereitet. Das Essen wurde vor einer Stunde، اینجا میتونم بگم von meiner Mutter zubereitet، توسط مادرم آماده شد. اینجا der Streit wurde beendet، دعوا تموم شد یا خاتمه یافت، اینجوری میگیم der Streit wurde von der Polizei beendet، دعوا توسط پلیس خاتمه یافت، اینجوری معنی میشه der Streit wurde von der Polizei beendet. خب با دوش یک مثال بزنم، همون مثال قبلی. میگم die Tour wurde von durch den Wind geschlossen. Die Tour wurde von den Wind geschlossen، یعنی در توسط باد بسته شد. تو حالت گذشته داریم صحبت میکنیم. von den Wind geschlossen، در توسط باد بسته شد. این هم پس میشه جمله پسیو. ما یک نوع پسیو دیگه هم داریم که بهش میگیم پسیو پرفکت، که این رو هم میریم توی ویدیو بعدی یادش بگیریم. تا ویدیو بعدی، چیس.